پس از سالها تاریکی و وحشت سرانجام دیوارهای زندان سیدنایا فرو ریخت و رژیم بشار اسد به تاریخ پیوست. اما این پایان داستان خونین زندانیان نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از رنج و تلخی است. در سال 2025 آزادی به بهای جان و روان آنها تمام شد و اکنون زخمهای پنهان درون آنها بر زمین میریزد. به ماتریکس خوش آمدید. زندانیانی که سالها در این مکان مخوف محبوس بودند، حال که آزاد شدند در دنیای بیرون با واقعیت‌های دردناک زندگی روبرو می شوند. آنها به مانند ارواحی سرگردان در میان انسانها به صدای نظر می رسند، مثل سایه‌ای که در جستجوی هویت و وجودشان به هر سو سرگردانند. فریادها و زجرها هنوز در گوشهایشان طنین انداز است و ترس از بازگشت به آن زندگی سیاه آنان را رها نمی کند. این سکوت عمیق گویا زخم‌هایی عمیق‌تر است. برخی از زندانیان حتی حرف زدن را فراموش کردند. شکنجه های فیزیکی را در دل خود نهفته دارند. آنها ناگهان از دنیای درد و رنج و دنیای بی‌رحم پرتاب شدند که احتمالاً بینشان بیگانگی عمیقی وجود دارد. عزیزان زندانیان، آنها که روزها و شبها را با انتظار و دلهوی گذرانده بودند، اکنون با صحنه‌های وحشتناکی روبرو می شوند. برخی از این زندانیان عزیزانشان را نمی شناسند. عواطف و ویژگی هایی که زمانی در یادشان حک شده بود، اکنون در روزهای سیاه زندان محو گشته است. این بی‌تفاوتی آزاردهنده ناامیدی عمیق‌تری را در دل خانواده ها می کارد. خیلی از خانواده ها خاطرات شیرین گذشته را در دلشان دارند، اما این یادآوری ها همکنون تبدیل به عذاب های بزرگ برایشان شده است. آیا واقعا می توانند دوباره به آغوشم برگردند؟ یا این هم یک توهم است که در دنیایی پر از دلهره با آن زندگی می کند؟ صحنه ای از درد و عذاب هرگز فراموش نمی شود. صبا، یکی از آزاد شدگان پس از سالها در تاریکی، اکنون در میان جمعیت آزاد فقط سکوتی غم‌انگیز پناه میبرد. چشمانش گویا داستانهای مرگ و زجر را میخواند و هر بار که صدایی شبیه به صدای درب زندان به گوشش میرسد، دچار وحشت میشود. این وحشت زندگیش را تحت شوق قرار داده و خواب را از چشمانش گرفته است. آزادی از زندان نه پایان درد، بلکه آغاز یک سفر جدید به سوی تاریکی و ترس بیشتر است. زندگی در دنیای آزاد برای بسیاری از زندانیان همچنان
به شکل یک زندان غیر قابل توصیف تبدیل شده است. زخم‌های عمیق روح روان به سادگی بهبود نمی‌یابد و این احساس ناامنی همچون سایه‌ای سنگین بر سر آنها می‌افتد. در این سفر عذاب‌آور شاید دوردست‌ها نور امیدی را در انتظار داشته باشند، اما در حال حاضر آنها در دنیایی از دوگانگی سردرگم و رنجور سپری می کنند. آیا روزی خواهد رسید که آنها بتوانند حقیقتاً از این زخم‌ها رهایی یابند؟ امیدی در دوردست به سامان نرسیده، همچون گم شده است و ترس و دلوره همچنان در اعماق وجودشان جریان بی پایان است. تا ویدیوهای بعد.